عین زمان واکسینه آفریده شرکت فایزر و شریک آلمانی آن بیونتک به نورسانی از 12 ساله بالا زده می شود. حالا به گفته فایزر آزمایش نشان داد که واکسینه برای بچه‌های تا 5 ساله هم مناسب است. من با خوشحالی زیاد اعلان میکنم نتیجه های اولیه را به دست آوردیم که نشان میدهد بعد واکسین بدن کودکانی از 5 تا 11 ساله واکنش قوی و قانع کننده نشان میدهد. فایزر به کودکان مقدار کمی واکسین و سیک آن را داده است که نورسان و کلانسالان میگیرند. شرکت نتیجه های پیشکی را به فرانک اسپر طبیب بیمارستان کودکانه کلیولند نشان داده است. با وجود مقدار اندک در کودکان واکسن عین کلانسالان واکنش قوی نشان داد. از این رو ما واکنش مستحکمی را می‌بینیم که برای محافظت از بیماری کافی است. هرچند کووید 19 کودکان را سخت بیمار نمی کند و یا کمتر می کشد، اما نوع دلتا و واگیرتری آن تعداد کودکان بیمار را زیاد کرده است. بخصوص به سبب سرایت نوع دلتا کودکان بیمار زیادتر شدند. خوشبختانه مرگ کم است اما بیماری مشکل آفر است. علاوه بر این آریزه های بیماری در کودکان برای دراز مدت می ماند. کودکانی از 5 تا 11 ساله هم مثل کلانسالان باید 2 دفعه واکسینه بگیرند و گاهی مثل کلانسالان بعد آن خستگی، سردرد و بدن درد داشتند. اما گزارش درباره به التهاب قلب و یا میوکارد گرفتار شدن آنها نیست. گروه خرد نورسان پس از واکسینه به این بیماری گرفتار شدند. فایزر امیدوار است که واکسینه برای کودکان طلبگار زیاد می‌یابد. مایا هوبری 10 ساله از نیوجرسی یکی از 2000 کودکان است که در آزمایش‌ها شرکت کرده است. مادرش نیشا گاندی طبیب است. مرگ انسان‌ها از کووید، ترس از آوردن کووید به خانه برای عائله ما وحشت انگیز بود و هست. این عائله نمی‌داند مایا واکسینه گرفت و یا داروی تسکین درد، ولی خودش می‌داند که بعد گرفتن واکسینه چی کار می‌کند. اولین کاری که میکنم به خانه همه دوستانم میروم و شب با آنها میمانم.